بهار از سومالک، مژده کار از سومالک. السلام علیکم بینندگان عزیز. من طوری که میبینید باز امروز موافق انعنه سابق کارمندان و امروزه کارمندان شرکت تلویزیونی STV در همجایگی سومالک میپزند. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک گندمی سبزیده شده را گرفته کوفته، بعد از آن من همین خیل در آن آبی نرم به انداخته شیره‌اش را برآوردن در خود. ملای شب زنده دار است، دلخوشی سال یک بار است، سال دیگری آن نصیب. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در سومالک رو به دیگ انداختیم، اکنون آن رو تا به وقتی کوفته میپزیم. البته دیگه نقص و نیک میکنیم. الهی زمانه تنج باشد، در روی عالم تنجی و آسودگی باشد، دسترخوان مردم سری و پوری گردد، نرخ‌ها ارزانی شود، دنیا تنج و امان شود. بینندگان عزیز، من طوری که میبینید دیگ سومالکی ما در جوش است، دیگ میجوشد و میدونید که با دیگ سومالک با نیت‌های نقص و نیک سنگ میپرتویند. ما هم نیت‌های نیک میکنیم و با نوبت با دیگمون سنگچه‌های تازه‌ای که اینجا آماده کرده ایم یک و یک میاندازیم. تنجی باشد الهی. توی تماشاها شود. ما تنج شد. دخترکا توی شود. الهی من همه نیتکامو برسیم. الهی تنجی باشد. بچه کامایا توی کنیم الهی. الهی. بزایی نقش شود. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک نزل بهار است، ملای شب زنده دار است، دلخوشی سال یک بار است، سال دیگری آن نصیب. سومنک نزل بهار است، ملای شب زنده دار است، دلخوشی سال یک بار است، سال دیگری آن نصیب. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. آرزو این شب خروشد، سومنک در خود بجوشد، دلخوشی جامه بپوشد، سال دیگری آن نصیب. آرزو این شب خروشد، سومنک در خود بجوشد، دلخوشی جامه بپوشد، سال دیگری آن نصیب. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. چون شکر شیرین دارد، خود به خود رنگین دارد، مزهش نقصه ندارد، سال دیگری آن نصیب. چون شکر شیرین دارد، خود به خود رنگین دارد، مزهش نقصه ندارد، سال دیگری آن نصیب. بینندگان عزیز، من طوری که میبینید سومالک ما قریب که در عرفه تیار شوی است. تمام خادمان پیشتره و امروزه STV با اهل عائله خود حتی در گرد دیگ سومالک دور میزنند، نیت های نغز و نیک میکنند. خرسندی های نوروزی ادامه دارد. نیت میکنیم که تا سال آینده، تا نوروزهای آینده در پناه خدا باشید. ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر ما را رسان. عید مبارک باشد.